گربه‌های خیابانی قهرمان‌هایی که بین هیاهوی شهر زندگی می‌کنند. نه سقف ثابت دارند، نه غذای آماده، نه امنیت هر روزه. اما با این حال با شجاعت عجیبی ادامه میدن. اونا هر روز برای زنده موندن می‌جنگن، از پریدن زیر ماشین‌ها تا فرار از بارون و سرما. ولی وقتی کنار یه دیوار آفتاب گرفته لم میدن، انگار دنیا برای چند لحظه آروم میشه. چشمهاشون همیشه یه قصه داره، قصه سختی ها، قصه تنهایی، ولی مهمتر از همه قصه امید. یه تکه غذا، یه ظرف آب، حتی یه نگاه مهربون میتونه براشون اندازه یه معجزه ارزش داشته باشه. و قشنگترین بخشش اینه که اگر یه بار بهشون محبت کنی، بهشون مهربونی کنی، اون خورناس آروم یا اون نگاه تشکر آمیزشون تا آخر روز تو ذهنتون میمونه. گربه‌های خیابانی قهرمان‌های بی ادعا که کنار ما زندگی میکنن و با حضورشون یادمون میدن که حتی یک ذره مهربونی میتونه دنیا رو جای بهتری کنه. حتما ما رو سابسکرایب کنید. باعث افتخار ماست که عضو کانال ما بشید. از جهان هستی سپاسگزارم برای اینکه ما را خالق لحظه ها کرد.